زنان گیلان و هنر تئاتر. تئاتر گیلان بعد از جنبش مشروطیت به شدت تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همجواری گیلان با قفقاز و روسیه و نفوذ فکری و سیاسی جنبش‌های انقلابی آن سوی مرز و قیام پارتیزانی جنگل قرار گرفت. سوادآموزی، گسترش چاپ و مطبوعات و دیگر فعالیت‌های فرهنگی و کوشش‌ها و جنبش‌های اجتماعی تأثیرات عمیقی در بسط و گسترش تئاتر گیلان به جا گذاشت. چند سال پیش از اعلان مشروطیت، نخستین دسته‌های آماتوری نمایش در تبریز و رشت پدید آمد. این دسته‌ها عبارت بودند از بازیگران مرد و زن ارمنی که از قفقاز می‌آمدند و نمایشنامه‌هایی را که با خود آورده بودند به زبان ارمنی و احیانا ترجمه آنها را به آذربایجانی با شرکت افراد محلی بازی می‌کردند و پیداست که این گونه نمایش‌ها و نمایشنامه‌ها را نمی‌توان به حساب ایران گذاشت. یکی دیگر از اتفاقات مهم در تئاتر گیلان تشکیل هیئت امید ترقی و جمعیت فرهنگ رشت بود که در سال 1295 شمسی به همت حسن جودت و جمعی از جوانان روشنفکر و میهن‌دوست گیلان بنیان یافت. این جمعیت‌ها در صدد برآمدند به کمک اعضای خود مطابق برنامه جمعیت تشکیلاتی مخصوص بانوان در گیلان تأسیس نمایند. به همین منظور هنرمندان تئاتر و روشنفکران و معارف‌خواهان جمعیت در این دوره برنامه‌های چندگانه‌ای را مطرح و وظایف اجرای آنها را بر عهده گرفتند. تئاتر از جمله هنرهایی بود که زنان با حضور در عرصه آن بسیاری از قیود و سنن بازدارنده حضورشان در اجتماع را از پیش روی برداشتند. از زمان ورود هنر تئاتر به گیلان در سال 1289 بیش از یک دهه طول کشید تا زنان نیز بتوانند بر روی صحنه نمایش حاضر شوند. نمایش‌هایی که در طول این مدت در تئاتر گیلان بر صحنه می‌آمد با وجود داشتن شخصیت زن در متن نمایشنامه بدون حضور آنان و با نقش‌آفرینی مردان به جای زنان انجام می‌شد. چرا که برخی روحانیون متعصب شهر حضور زنان مسلمان بر صحنه تئاتر و در انظار مردانه را تاب نمی‌آوردند و اعتراضشان در این خصوص مؤثر بود. این ممانعت تا سال 1303 خورشیدی برای زنان مسلمان ادامه داشت. اما از سال 1295 بانوان ارمنی، قفقازی و گرجی به عرصه تئاتر گیلان وارد شدند و به ایفای نقش پرداختند. از جمله مشهورترین این چهره‌ها بارون تیگرانیان، مادام ناوارت، مریم بانو، صوفی، سونی، سوسان، آنتاران، سوسانیک، سونیا و لوسیک بودند. نخستین بار این دسته تئاتری محمدیه بود که از یک زن در اجرای نمایش‌های خود بهره برد. عبدالمجید فرساد که سرپرستی این گروه را بر عهده داشت، از آنجا که نمی‌توانست از وجود زنان مسلمان ایرانی برای نمایش خود بهره ببرد، از سونا خانم قفقازی دعوت کرد تا در این نمایش حضور یابد. او که بانویی متحور بود، این کار را پذیرفت و نام خود را به عنوان نخستین بازیگر زن عرصه تئاتر به ثبت رساند. اما دسته تئاتری محمدیه تاوان سنگینی برای این خط‌شکنی خود پرداخت و فرساد مورد نفرت شدید متعصبان قرار گرفت. نجس و پلید شناخته شد و دوستی با او جرم تلقی گردید. به گفته حاج علی عسگری، میرزا عبدالمجید خان فرساد با آوردن اولین زن به روی صحنه تئاتر که در آن موقع کفر محض بود، همچنین با باز کردن مدرسه دخترانه مورد تنفر مردم قرار گرفت و مردم او را از خود طرد می‌کردند، به طوری که از نظر آنها او مرد نجسی بود و به هیچ حمامی او را راه نمی‌دادند. اما این مرد مبارز هرگز به این دلیل دست از مبارزه نکشید و برای استحمام به رودخانه‌های رشت پناه برد. حضور سونا قفقازی در آخرین سالهای سده 13 خورشیدی راهگشای حضور زنان در این عرصه بود. اما مدتی دیگر طول کشید تا زنان گیلانی خود بتوانند بر صحنه تئاتر حاضر شوند. سنت شکنی فرساد و سونا خانم قفقازی موجب شد تا مدتی بعد اعضای انجمن فرهنگ رشت به فکر آموزش هنر تئاتر به دختران و زنان مسلمان افتادند که بعدها به دستاوردهای مهمتری چون تشکیل مجمع پیک سعادت نسوان انجامید. اهمیت این فعالیت آنگاه مهم جلوه می‌کند که بدانیم بجز تهران در هیچ کدام از شهرهای ایران تا سال
1310 خورشیدی زنان اجازه حضور در صحنه نمایش را نداشتند. با تأسیس جمعیت فرهنگ در سال 1295 یکی از فعالیت‌های اصلی آن در بخش تئاتر تمرکز یافت. این گروه در اوج دوران فعالیت خود دومین زن بازیگر را به صحنه تئاتر گیلان آورد. وی که مریم خان گرجی نام داشت، به علت عدم آشناییش با زبان فارسی پس از مدتی از تئاتر کناره گرفت. فریدون نوزاد آورده است که بانو مریم اولین بار در سال 1299 بر صحنه نمایشی که انجمن فرهنگ برپا کرده بود ظاهر شد. اگرچه حضور این دو زن بر صحنه تئاتر گیلان با برخی مخالفت‌های اجتماعی همراه بود، تابعیت روسی و غیر مسلمان بودن آنها مانع تعرض به آنان شد. اقدام متهورانه آنان سبب شد تا جنب و جوشی در میان بانوان متجدد رشت به وجود آید و آنان را در راه کسب امتیازات اجتماعی جسورتر کند. یکی از هدف‌های سازنده جمعیت فرهنگ آشنای بانوان گیلانی با مسائل اجتماعی بود. این جمعیت کوشید با برگزاری جلسات مخفیانه در منازل زنان علاقمند را به عضویت خود درآورد. در سال 1302 گروهی از روشنفکران مسلمان رشت از بانو مانوشاک همسر آرشام ساناساریان که از زنان روشنفکر ارمنی مقیم رشت بود دعوت کرد تا یک گروه نمایش که اعضای آن همه از زنان و دختران ارمنی و مسلمان باشند تشکیل دهد. او این مهم را انجام داد. در این گروه ایفای نقش مردان در نمایش‌ها نیز بر عهده زنان بود. زنان ارمنی در گروه تئاترال زنان رموز هنر تئاتر را از هنرمندی به نام احمد درخشان فرا می‌گرفتند و سپس به زنان مسلمان گروه می‌آموختند. مشهدی عباد و آرشین مالالان از جمله نمایش‌هایی بود که این گروه به صحنه برد. در نمایش‌های این گروه تنها بانوان حق حضور داشتند و هیچ مرد مسلمان و غیر مسلمانی اجازه شرکت نداشت. تمامی محوطه نمایش زیر کنترل شدید ماموران انتظامی بود تا بهانه‌ای به دست مخالفان داده نشود. در این دوران بود که زنان مسلمان رشت اجازه یافتند با حجاب و به همراه یکی از مردان خانواده خود به تماشای نمایش‌هایی بنشینند که از سوی مردان اجرا می‌شد. در سال 1303 در اقدامی جالب توجه سرتیپ آیرم فرمانده تیپ ارکان حرب گیلان اجازه داد زنها برای تماشای تئاتر در سالن‌های نمایش حضور یابند. او حتی سخاوتمندانه دستور داد چنانچه زنی نتواند بهای بلیت را پرداخت کند آن را از صندوق ارکان حرب پرداخت خواهد کرد. علی قلی پوررسول در خاطرات خود آورده است که در همان شب صدور این فرمان زنان برای تماشای نمایشی که انجمن گلشن برگزار می‌کرد به سالن نمایش روی آوردند و کوچکترین تعرضی نیز به آنان نشد. پس از مدتی به سبب تبلیغات مثبت بانوان علاقه‌مند جمعیت‌های علنی از زنان تشکیل شد. این جمعیت‌ها با برگزاری نمایش‌های درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها را صرف آموزش دختران در مدارس کردند. معروف‌ترین این گروه‌ها جمعیت معارف پژوهان نسوان بود که به سرپرستی بانو ساری امانی سلسله نمایش‌هایی را در رشت و انزلی برگزار کرد. همه بازیگران این نمایش‌ها زن بودند و نقش مردان را نیز خود بازی می‌کردند. تمام تماشاچیان این نمایش‌ها نیز زن بودند. جمعیت پیک سعادت نسوان به سرپرستی روشنک نودوست نیز با اجرای آثار مولیر و اجرای اختصاصی آن برای بانوان و اختصاص عواید آن به فعالیت‌های فرهنگی برای زنان نقش مؤثری در پیشبرد نهضت اجتماعی زنان گیلان داشت. در همین دوران بود که بانو فاطمه نشوری به عنوان اولین زن مسلمان پای به صحنه تئاتر گیلان گذاشت. دو روایت از نخستین حضور او در صحنه تئاتر وجود دارد. علی قلی پوررسول در یادداشت‌های خود آورده است که بانو نشوری نخستین بار در نمایش سیاح ایرانی که توسط هیئت تئاترال گلشن برگزار شد نقش زنی را بازی کرد که با روبند و چاقچور بر صحنه ظاهر می‌شد. تماشاگران در ابتدا پنداشتند که مطابق معمول مردی است که به هیئت زنانه درآمده است، اما رفته رفته به هویت او پی بردند و عکس‌العمل رضایت بخشی در آنها دیده شد. اما به گفته محمد نشوری همسر فاطمه نشوری، او برای نخستین بار در بندر انزلی همزمان با انقلاب اول روسیه در صحنه سالن نمایش امید همایون پا به صحنه تئاتر گذاشت. این کار برای او تبعاتی داشت که ناگزیر به همراه همسرش به رشت گریخت. او با پشتکار فراوان و تحمل رنج‌های زیاد کوشید زنان دیگر را نیز به عرصه این هنر وارد کند. با تشویق‌های او بود که زنان دیگری چون پریرخ وحدتی، بانو خجستگی، گیلان رنجبر و ایران رنجبر وارد عرصه نمایش شدند و زندگی تئاتری خود را آغاز کردند. اما فاطمه نشوری برای این خط‌شکنی و نقش ویژه‌ای که در جنبش اجتماعی زنان عصر خود ایفا کرد، بهای گزافی پرداخت
و در صبح 27 آذر 1322 در کوچه‌ای خلوت به وسیله چاقو مورد حمله چند تن ناشناس قرار گرفت و 13 روز بعد در اثر جراحت‌های ناشی از آن حمله درگذشت. محمد نشوری همسر و همکار نمایشی فاطمه نشوری ضمن بیان خاطرات خود میگوید: همسرم اولین زن مسلمان ایرانی بود که علیرغم مخاطرات و کارشکنی‌ها توانست قدرت هنری و لیاقت و استعداد زنان ایرانی را در سن نمایش متجلی سازد. ولی او و من بارها تکفیر شدیم، نفرت‌ها را تحمل کردیم. طعم تلخ کناره‌گیری‌های خویشاوندان و تنها و منزوی ماندن را چشیدیم. چون قصد خدمت بود، از میدان مبارزه حتی یک گام هم واپس ننهادیم. در مقابل همه این ناملایمات و کارشکنی‌ها ایستادیم. نمایشنامه‌های جالبی که در این دوره به روی صحنه رفت و بانو نشوری در آنها همکاری و بازی داشت، عبارتند از مکر زنان نوشته مولیر ترجمه حسن ناصر، حق با کیست نوشته گریگور یقیکیان در سال 1308 شمسی، بلای آسمانی نوشته محمد نشوری در سال 1309 شمسی، مشهدی عباد ترجمه احمد درخشان در سال 1309 شمسی و نمایشنامه محشر عظما خیانت سلیمان و بلقیس گبر در سال 1312 شمسی، نمایشنامه جنایات بشر یا آدم فروشان قرن 20 در سال 1315. کوشش‌های مداوم نشوری در عرصه بازیگری و عشق به دانستن باعث شد تا از شادپور رشتی و علیقلی پوررسول کم و بیش فرانسه یاد بگیرد و نیز موفق به دریافت اجازه‌نامه پزشکیاری شد. در این سالها بانو نشوری به استخدام درمانگاه شهرداری رشت درآمد و به پرستاری و درمان بیماران پرداخت. با درگذشت غم‌انگیز بانو فاطمه نشوری، محمد نشوری به سوگ همسرش با غمی جانکاه نشست و تا پایان عمر به کار نمایش نپرداخت. در مرگ فاطمه دوستان فراوانی اشک ریختند. مرگش برای علاقه‌مندان و هنردوستان ضایعه‌ای ناگوار بود و قلوب همه را جریحه دار کرد. پایان اندوهبار زندگی این شیرزن گیلک و همراهان او یکی از عوامل مؤثری است که نهال تئاتر گیلان را بارور کرد. منیره تسلیمی و فرخ لقا هوشمند از جمله زنانی بودند که بعدها به عرصه تئاتر پا نهادند و به موفقیت‌هایی دست یافتند. آنان که فعالیت هنری خود را با تأسیس تماشاخانه گیلان در سال 1324 شمسی آغاز کرده بودند، توانستند با عرضه بازی‌هایی در خور تأمل نگاه‌ها را متوجه حضور موفق زنان در این هنر کنند. از جمله زنان دیگری که نزدیک به 3 دهه در عرصه تئاتر گیلان به ایفای نقش پرداختند، به نام‌های زیر میتوان اشاره کرد: پری برومند، رخشنده اکبری، مهستی، منصور نصیری، اشرف لقایی، سونیا سفرخانی، ملوک آقاخانی، اشرف لمعانی مقدم، ایران دیوانبیگی، بیوک همتی، اعتدالی، پری ابراهیمزاده، ملکه رنجبر، پروین، نینا و فائزه. سپاس که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشیم که با لایک و سابسکرایب از پیج گیلتیوب حمایت کنید.